سورة نوح مکیه، در مکه معظمه نازل شده است. سوره نوح سوره مبارک به نوح علیه السلام، نوح نبی نسبت داده شده، به نام از او یاد شده به خاطر که قضیه دعوت نوح علیه السلام و فرار قوم، گریز قوم از دعوت در این سوره مبارک یاد شده و خیلی رنج و زحمتی که نوح علیه السلام در راستای دعوت کشیده در این سوره به ما بازگو شده و ذکر شده. در ضمن این سوره مبارک تسلی هست برای هر دعوتگری که راهی دعوت در پیش میگیره. برش تسلی هست که متوجه باش او دعوتگر، تو که بسیار دعوت بکنی مردم را یک چند سالی دعوت میکنی، خودت هم آدم عادی، یک انسانی غیر معصوم، پیغمبرم نیستی، عادی امتی هستی، چند سال دعوت میکنی خسته میشی. یعنی ما را میبینی شکایت من میبره، یعنی حالا مردم نمیشنه که فرار میکنه که بیمدان شد، شکایت من زودی کردن میبره، چون ضعیف هستیم، توانی چیره نداریم، تحمل نداریم، صبر نداریم، بی صبر مردم هستیم. این ما را متوجه میسازه که نمیگه بی صبری نکو، پشتی از این نگرد که در حلقه درسید 5 تا 10 تا یا 100 تا بیا پیامبر الهی را، اول العزم پیامبر را ببین که 900 سال دعوت میکنه، یک تعدادی اندک ایمان میاره، به اندازه مقتدی یک ملای زمانه را ایمان نمیاره برش، یک تعدادی اندک انگشت شمار. بعضی مفسرین میگه 70 نفر، بعضی ها میگه 80 نفر. می 70 و 80 اینمی چیانه حدودانه امی تعداد بری از ایمان میاره. در 900 سال دعوت میکنه. این تحمل بگی، این صبر بگی. او 900 سال بمون که اگر 9 سال ما دعوت کنیم که مردم در دور منجم نشوه، مردم به حساب چی نکنه، باور بکن دست به بعد دعا بگردانیم، شروع میکنیم بعد دعا کردن برای قوم خود. 900 سال دعوت کرد، این مردم نپذیرفت، دعوتش را نپذیرفتن، قبول نکردن. در نهایت دیگه بشر است، دیگه انسان است، پیغمبرم که هست انسان است، بشر است، ضعف داره، ناتوانی داره، بنده هست. آخر دستی به دعا بالا کرد به سوی رب العالمین. دلیلش هم می بود که این قوم نه تنهایی که قبول نمیکردن، هنوز اذیتش هم میکردن، تمسخر هم میکردن، مسخره بازیش هم میکردن، اجازه دعوت هم برش نمیدادن، مانع دعوت هم برش میشدن، حتی بعضی روایت میگن لطوکوبش هم میکردن. خب وقتی که این قدر مردمی چی باشه، لجوج و بد باشه، باز در نهایت دیگه 900 سال پس دست به دعا بالا کرد که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا در روی زمین یک کافر نمانی، یک تایشه، کلگیش از بین ببر، کلگیش خدا از بین برد. به دعای نوح علیه السلام. اینمو به مناسبت صورت به اون نسبت داده شده. الله میگه اینا ارسلنا نوحا، بیشک ما فرستادیم نوح علیه السلام را الی قومه، به سوی قومش. ان انذر قومک، گفتیم بیم بده قوم خود را از کفر و شرک، من قبل ان یاتیهم، پیش از اینکه بیاید به آنها عذاب علیم، عذابی دردناک. قال نوح علیه السلام گفت یا قومی، ای قوم ما، انی لکم، بشک ما برای شما نذیر مبین، بیم دهنده آشکار هستم. یا قومی، قوم ما، انی لکم، بشک ما برای شما نذیر مبین، بیم دهنده آشکار هستم. ان اعبدوا الله، بندگی به یک الله بکنین، عبادت یک الله را بکنین. عبادت تنها سجده را نمیگن، یک اسمی بسیار جامع است. عبادت هر آنچی که خدا را خوشنود بکنه او را عبادت میگن. هر آنچی که سبب رضای الله باشد، رضای الله در نظر گرفته شود او کار، او را چی میگن؟ عبادت میگن. ان اعبدوا الله، بندگی الله را بکنین، یک الله را عبادت بکنین. واتقوه، از الله بترسین، تقوا را پیشه بکنین.
در نهایت چی؟ و اطیعونی، از من اطاعت بکنین. و اطیعونی، اطاعت از من بکنین که من پیغمبرش هستم، من فرستاده خدا هستم. میگه نوح علیه السلام. چی مرتب می شود؟ چی فایده براتان دارد؟ یغفر لکم من ذنوبکم، الله می بخشد از گناهان شما که انجام داده، این گناه های گذشته‌تان را الله می بخشد. و یؤخرکم، و وقت می دهد شما را، مهلت می دهد شما را، الی اجل مسمى، تا یک وقت مقرری، تا یک وقت مقرر و میعاد مقرر شما را الله وقت می ده. این اجل الله، یقینا وقت مقرره الهی که است، رب العالمین که تعیین کرده، اذا جاء، هنگامی که آمد، لا یؤخر، به تعویق انداخته نمی شود، به تأخیر برده نمی شود، کسی را تأخیر نمیتونه بکنه، پس و پیش کرده نمیتونه. لو کنتم تعلمون، اگر شما بدانین، اگر شما دانا و فهمیده باشین، دعوت نوح علیه السلام را درک کرده باشین، میدانین که خدای تعالی برای هر کس یک وقت و زمانی مقرر کرده، وقت و زمانش آمد میره. آل نوح علیه السلام بعد از 900 سال زبان شکایت را باز کرد. قال نوح علیه السلام گفت ربی، ای رب ما گفت، اینی دعوت قومی، تو خو آگاه هستی، دانا و بینا هستی که من دعوت کردم قوم خود را، لیل و نهار، شب و روز، شب و روز دعوتشان کردم، لیکن اینها چی کار کردن؟ در برابر دعوت من چی عکس العملی نشان دادن؟ میگه فلم یزیدهم، ضیاف نکرد برای همی قوم نوح علیه السلام دعایی دعوت من، حضرت نوح میگه الا فرارا، مگر فرار. هرچی که من دعوت میکردم یا فرار کرده میرفتن، میگریختن، فرار میکردن. و اینی کلما دعوتهم، و بیشک من کلما، هرگاه، هر وقتایی که دعوتهم، اینها را دعوت میکردم، لتغفر لهم، تا که تو ببخشی اینها را، پروردگار عالمیان. اینا چی میکردن؟ جعلوا اصابعهم، می انداختن کلکه های خود را فی آذانهم، در گوشه هایشان، که دعوت نوح علیه السلام نشنویم. چهار مردمی بد بودن، نه؟ این مردمی زمانای ما خیلی مردم خوب هستن، حداقل دستایشان در گوشه هایشان نمیزنن. اگر از مسجد هم میگریزن یا در کوچه و بازار هم میگردن و نمیان به طرف مساجد، حداقل هم این کار خونه میکنن. ایرسه کو خدا از این روز نجات بده، در مسجد تبلیغ بکنی و کلی مقتدیات دستایشان در گوششون بزنن که آوازی بدی از این ملا را نشنویم، یا در لاسپیکر بگویو در خانه یک چند داوا نثارت بکنن، قربانت بکنن که یک چند داوا، که آدم چی ما را اعلان نمیکنه دیگه. خدا او روز نجات بده. یک تعدادی هم هستن میلازیست، دمی قومی ما، مردم هم، دمی وطن ما هم، دمی افغان های ما هم هست. او در سمت زمان جمهوریت، در سمت تایمنی و سمت برکی و دم اینجا 3-4 نفر آمدن دست پیش ملا، گفتن ملا عالمی لاسپیکر برای چی بند کرده؟ همین مردم وقت نماز نمیفهمن، ساد نداره، موبایل نداره، خونه ما اذان که دادی خلاص دیگه، بمون که کسی آمد نامد خلاص دیگه. اعلام میکنی نمیکنی؟ اولاد ما خواب است، خود ما خواب هستیم، از خواب ما را کشیدی، اولاد ما را از خواب کشیدی، چی حال انداخته؟ مسلمانی خویره نمیگن که تو مردم مجبور بسازی. در یک کشور اسلامی این تو گپا شروع شده. کلما دعوتهم، نوح علیه السلام میگه و اینی ما کلما، هر وقتی که دعوتهم، اینا را دعوت میکردم، لتغفر لهم، تا که تو بیامرزی آنها را، ببخشیشان، جعلوا اصابعهم، می انداختن و می گذاشتن دسته های خود را، انگشته ها و کلکه های خود را می انداختن فی آذانهم، در گوشه هایشان. ایره چی میکنی که ازی کرده ثقیلتر و کلانتر کار میکردن. و استغشوا ثیابهم، لیافا را سرشان کش میکردن، کمپلا را سرشان میانداختن، لباسا را سر خود میانداختن، صدای نوح نشنوید. و اصروا، دوامداری کار میکردن. و استکبروا، و غرور میکردن، تکبر میکردن، استکبارن، تکبر بسیار بزرگی قوی، اینطور کبر و غرور میکردن که نمیدانستی که اینها انسان هستن، فکر میکردی اینها مخلوق دیگری هستن، انسان وری محتاج به نظر نمیرسیدن.
نوح علیه السلام میگه ثم ما اعلاشان نکردم، ثم بعد از آن اینی ما دعوتهم جهارا، علنی دعوتشان کردم، آشکارا دعوتشان کردم، ای مردم بیاییم به سوی خدا. ثم بعد از آن اینی اعلنت لهم، ما اعلان کردم برای از اینها دعوت را، و اسررت لهم اسرارا، و پنهان کردم به شکل پنهانی. گاهی مجلسی مردم نه بالا شدم علنی دعوت کردم، و جای رفته و خفیه و پنهانی مردم دعوت کردم، گوشه گوشه کرده و مردم دعوت کردم. یعنی هر راهی که برای دعوت بود ما را چی کردم؟ میگه در کار انداختم، استفاده کردم. لیکن مردم آماده نشد. ثم بعد از آن اینی اعلنت لهم، ما اعلان کردم برای اینها، و اسررت لهم اسرارا، و پنهان کردم برایشان، اسرارم پنهان کردن خاص. برای روش های مختلف اینا را چی کردم؟ دعوتشان کردم. بس است دیگه، باقی مونده درس باز بحثی جداست. قلت استغفروا ربکم.